دوستای گلم ویدیو امروزمون کاملا یهویش اصلا قرار نبود ما امروز ویدیو داشته باشیم، ولی از دیروز ساعت 8 شب با بالای 100 نفر به من توی اینستاگرام پیام دادن که آقا با کد DNS بازی برامون بالا نمیاد، فقط باید VPN بزنیم. دیگه منم مجبور شدم که انجام وظیفه کنم و بیام مشکل اون دسته عزیزان رو حل کنم. و همینطور در کنارش با اینکه ما دیروز کد DNS توی ویدیو تقدیمتون کردیم، امروز هم دوباره کد DNS جدید تقدیمتون میخوایم بکنیم که این مشکل رو هم برای اون دسته عزیزان برطرف کنه، همین هم که کلا کد DNS جدید باشه دیگه، هم که رجیستر و پینگ خوب بگیرین و دیگه حالش رو ببرین. و در کنار این حل مشکل، یه سری از دوستان در رابطه با 2 ایونت جدیدی که بازی اضافه شده سوال پرسیدن. ما تصمیم گرفتیم یه تیر رو دونیشن کنیم دیگه. این 2 ایونت هم بیایم ما توی این ویدیو در موردش صحبت کنیم و بهتون توضیح بدیم و ردیم کدا یکیشون رو کامل بهتون بدیم، یکی دیگه شون هم که کویزه بیایم جواب اون سوالا رو بهتون بدیم که شما مستقیم برین و بیشترین امتیاز و بیشترین جایزه رو بتونین از توش بگیرین. بچه اول بریم سراغ سایبرریگ ووچرز که وارد ایونت ها که میشین رو آیکون آتیش شکل که بزنین یکی مونده به پایینی نوشته سایبرریگ ووچرز. وارد این بخش که شدین اون پایین نوشته ردیم کد رو وارد کنین و انتر رو بزنین و جوایزتون رو بگیرین. حالا کدای ردیم کد چیه؟ کدای ردیم کد روی صفحه براتون نشون داریم میدیم، همینی که داریم میبینین. بچه همین رو استاپ کنین ویدیو رو، کدا رو برین توی بازی وارد کنین و جوایزش رو بگیرین. حالا ما یکیش امتحانی وارد میکنیم، حروف بزرگ کوچیکش حتما رعایت کنین. بچه ها این کدا خیلی هاشون تموم شده، حالا من نمیدونم چی جوری بوده اصلا، این هم یکی از دوستامون به دستم رسونده، خیلی هاش بچه ها تموم شده اصلا، وقتی وارد میکنی جایزه نمیده. فقط این یه دونه کد رو من دیدم، من امتحان کردم وارد. حالا اگه کد جدید دستم برسه که باز جایزه داشته باشه، حتما توی استوری یا توی تلگرام خدمتتون تقدیم میکنم. این جایزه هم که این یه دونه ردیم کد به ما داد بچه تو این قسمت سایبرریگ، مثلا گردونه 10 تایش که 540 تا یوسیه با این تخفیف 300 یوسی میخوره، با 240 تا یوسی میتونین بچرخونینش. که حالا والا مثلا با سایبرریگ امسال اصلا حال نمیکنم، ولی اگه این سایبر کارت قرمز رنگ رو بتونین بگیرین دیگه بختتون میزنه، یا میتونین باش 3 تا متریال بگیرین، یا میتونین این گانایی که به عنوان جایزه خودشه یکیشو با انتخاب خودتون میتونین بگیرین. خب دوستای گلم بخش بعدی کویز کانتست اسمش، که یه سری سوال ازتون میپرسه، سوالا رو جواب میدین و در ازاش جوایز پایین تصویر میتونین دریافت بکنین به صورت رایگان. من مستقیم بچه‌ها جوابا رو بهتون نشون میدم دیگه، خودتون برین زحمتشو بکشین و وارد کنین و دیگه جوایز پایین تصویرم بتونین رایگان کارت جی و نمیدونم کارت بی پی و اینا رو بتونین رایگان بگیرین. اینم جواب سوالای رویال پس کویز. بچه‌ها دیگه سوالا برای هممون یه جوره، بعد از اونم پایین تصویر بزنین جوایز رو مثل من دریافت کنین. بعد از اینم بریم سراغ بخش کد DNS و بچه‌ای که حالا نتونستن وارد بشن وارد تنظیمات وای فای هم میشن. وی پی ان هیچی بچه‌ها روشن نیست، میرم تو وای فای که بهش وصلم کانفیگور DNS رو میزنم. کد DNS بخش اولمون هستش 10.202.10.11. کد DNS بخش دوم هستش 205.202.200.22. بعد از اینم بچه‌ها دیگه میبندمش و مستقیم میرم وارد بازی میشم. همونجوری که میبینیم بازی داره برام بدون هیچ مشکلی میاد بالا و اینم بچه‌ها قشنگ دقت بکنن که دوستای گلم عزیزای دل DNS چنجر آبی رنگ انگار براش مشکل پیش اومده دیگه، اصلا بازی رو بالا نمیاره. اتفاقا امروز هم دقیقا صبح من تستش کردم که دوستان همین کد DNS رو توی DNS چنجر آبی رنگ وارد کرد، بازی رو براش دوباره بالا نمی آورد. فقط و فقط تو تنظیمات وای فای. مشکل اصلی این قضیه هم برای بچهای آیفونی بود، آیفون و آیپد. تنظیمات وای فای باید وارد کنین دیگه، یه مودم بگیرین یا باید هات اسپات کنین نتتون رو، هیچ راه دیگه ای نره. دیدین که بازی برام باز شد، تو لابی لودینگ نداشتم. حالا هم که بریم این کد DNS رو تست کنیم ببینین که خودتون ببینین حالا کد DNS چقدر خفنه. نه سر نه جادو. دیدین که از اولش تو لابی خودم توی نم ستینگ آیپد خودم همینجا مستقیم براتون آوردم. بچه‌هایی که از دیوایس اندروید استفاده میکنن از DNS چنجر خاکستری رنگ استفاده کنن. بچه هم که آیفون و آیپد دارن مثل من تنظیمات وای فای. آقا من خیلی گفتم تو رو خدا گوش بدین، نصف بچه هم که حرف منو گوش ندن. من تو 5 تا ویدیو 6 تا ویدیو دیروز نفر به من پیام داد
میگفت تو چرا انقدر میگی؟ بابا به خدا میگم باز این مشکل است. الان دیشب تا الان 100 نفر به من پیام دادن. آقا پیاما رو به من میدن، مشکلای خود. آقا من خودم ناراحت میشم، آقا همه میخوام جواب بگیرم. منم خب دلم میگیره بچه‌ها دیگه، دلم میخواد شما نتیجه بگیریم. تو رو خدا گوش بدین بابا، 5 دقیقه میخوام بشینین حرف من نصیحت بازی رو گوش کنین که ببینین آقا چی بشه، داستان خودتون حل بشه، بازیتون روونتر بالا بیاد، پینگ خودتون بهتر بشه. به قرآن آقا من چه بیام حرف بزنم، چه اصلا همین ویدیو رو این قسمتش رو ساکت کنم، هیچی هم نگم، باز بچه ها ویدیو همانقدر ویوی که باید بخوره رو میخوره. چون دیگه دوستای گلم میدونن آقا، دیگه همه در جریانن که مثلا دیگه من کاری دارم اینجا، به خدا خدمت میرسونم به همتون، خودتونم میدونین. دنبال نه داستانی هم نه هیچی، نه نمیدونم، هر چیزی که خودتون میپرسین میام آقا براتون ویدیو میکنم، بهتون توضیح میدم. مشکلی داشته باشین میام مشکل خودتون حل میکنم. بیاین حرفا رو گوش بدین، حداقل بزنید دورتون گوش بدین آقا، داستان خودتون حل میشه. من چند تا ویدیو میگفتم آقا بچهای آیفون و آیپدی از DNS چنجر آبی رنگ استفاده نکنن. اینم دیگه حالا اینم شد آخرتش که دیگه الان حالا به هم خورده، 2 روز اصلا بازی رو بالا نمیاره دیگه. حالا بچه ها از دیشب یه نفر هم میگه من 24 ساعت بازی برام باز نشده داداش، نمیدونم چی کار کنم، VPN هم پول ندارم بخرم. خب خودتون ببینین چی بگم دیگه. خلاصه دیگه اینکه گوش کنین دیگه بچه، خدایی رجیسترش یه دونه باشه با کلت و با همه گانا امفوره به همه دنگا این اسکوپ انگار M4 داره دنبال هد راه میفته، خودش میره دیگه، کجا میره رو نمیده، فقط هد میزنه دیگه. خدایی کد خوبیه در کنار که حالا مشکلتون دیگه با این ویدیو قرار حل بشه. ایشالا دیگه رجیستر هم داری بگیرین و دیگه صفا کنین و حالش رو ببرین. به خدا من از ته دلم خوشحال میشم میبینم شما خوشحالین دارین جواب میگیرین. تمام آرزوی من واقعا همینه. یه کد عددی هم که اول ویدیو تقدیمتون کردیم و بریم یه خداحافظی کنیم و دیگه دوستای گلم، عشقای دل.